البته در موضوع از طرف خود رسولی انجمن فرهنگی نهضت بیان برای مدرسه برده شدن ارتباط میگیرد سقوط حکومت آباد تخلف وحشت میباشد. عزیزان دل، امتی که در برابر ظلم خاموش بماند و زودی زیر چرخ پای استبداد میشود. سقوط امت در برابر ظلم تنها یک بی‌تفاوتی ساده نیست، بلکه چراغ شخصیت و ستمکاران تا در سایه خاموشی مردم پایه‌های ظلم و وحشتشان را استوار سازند. آنگاه صدای مردم در خفگی گم میشود و این یک سنت الهی میباشد. همچنان الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم هشدار میدهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. ترجمه: و ستمکاران تمایل نکنید که آتش دوزخ شما را خواهد گرفت و در برابر خدا هیچ ولی و پروردگاری نخواهید داشت و سپس یاری نخواهید شد. خداوند متعال در این آیه هشدار میدهد که حتی تمایل قلبی از ظالمان و سکوت در برابر آنان انسان را مستحق آتش میسازد. این نشان میدهد که امت مسلمان نه تنها وظیفه‌ای دارد که خود ظلم نکند، بلکه نباید در برابر ظلم دیگران بی‌تفاوت بوده باشد یا از آن حمایت کند. همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می‌فرماید: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ترجمه: هر کس از شما منکری اگر با دست نتوانست با زبان آن را تغییر دهد و اگر آن هم نشد با قلب تغییر دهد و این پایان‌ترین درجه ایمان میباشد. اگر امت در برابر منکر و ظلم خاموش بماند نشانه ضعف ایمان میباشد و مقدمات سده ظالمان فراهم میشود.